هیچ کس از هیچ کجای دنیا نمیتواند که با تو بگوید که تو با مقصدت رسیده نمیتوانی. این مقصدی تو یک خیال خام است. بین دوستی عزیز، اگر تو باوری قوی داری که این مقصدی بزرگی نیکی تو با مردم کمک میرساند، برای آنها خدمت میکند و استعدادی درونی تو رو عیان و روشن به مثل ستاره درخشان میکند، پس تو قرضداری که گپی هیچ کس رو گوش نکرده به سوی مقصد خویش تا با آخر، تا به رسیدن به آن حرکت کنی. اگر که این مقصد تو و دیگران رو خوشبخت میکند، خداوند کمکت کند.